یه مملکت صاحب سبک بودیم، یه مملکت بسیار متمدنی بودیم، چرا باید به این روز بیفتیم؟ نسل جدید اومده، به هر حال جاده پیچیده آقا. شما اگه نپیچین میشکنین، میافتین ته دره یا یه جایی میخورید. حالا که نمیتونید انعطافش رو ندارید، خواهشاً دوستانه متمدنانه به تشریف ببرین یک کنار، بذارین یه نسلی که میتونه انعطاف رو برمیتابه اونا بیان. شما در مورد نافرمانی مدنی که صحبت شد اسمشو میذارین اغتشاش، اسمشو هر اسمی دوست دارین روش میذارین، غیر از این که آقا این مردم حق دارن، این حق مال ماست. ما تا کی باید حقمون رو از شما با صدای بلند، با سر و صدا، با دعوا بگیریم؟ شما در سیاست گذاریتون 46 ساله دارین اشتباه میکنید، همین الانش هم دارین اشتباه میکنید. آیا ما فقط همینطوری با تا کی میخوایم دکور باشیم؟ تا کی میخوایم دکور شما باشیم؟ خسته شدیم از این ویترین. حداقل اونی هم که ویترین میزنه یه وقت چند وقتی برمیگره این ویترینشو تمیز میکنه، یه دستی به سر و روش میکشه. شما هیچ واکنشی هیچ وقت به نارضایتی‌های ما ندادیم و ما واقعا از این موضوع خسته شدیم.